به مجموعه خبری ساعت 7 شب با من سعدالدین حکیمی خوش آمدید. سرخط خبرها: مقام‌های پاکستانی در گذشته نیز در پیوند به رویدادهای بلوچستان و سایر حوادث بدون تحقیق و بررسی لازم و با چشمان بسته انگشت اتهام را به سوی افغانستان نشانه گرفتند. سنگ اتهام اسلام آباد سپر رد کابل. گروه داعش خراسان مسئولیت حمله بر مسجد در شهر اسلام آباد پاکستان را به عهده گرفت و پاکستان ادعا کرده فرد انتحار کننده به افغانستان رفت و آمد داشت، اما کابل این اتهامات را رد کرد. مرزهای تنگتر، رنج گسترده‌تر. به گزارش سازمان ملل متحد در ماه جنوری سال 2026 بیش از 7000 شهروند افغان در پاکستان بازداشت شده‌اند. و مذاکرات در ایستگاه تردید، ناوگان در راه تشدید. پایان دور نخست مذاکرات ایران و آمریکا. دونالد ترامپ این گفتگوها را خوب توصیف کرده و با اشاره به اعزام یک ناوگان بزرگ نظامی آمریکا به منطقه گفته نتیجه روشن خواهد شد. سلام و شب شما بخیر. مشروع خبرها: در آستانه پایان دور نخست مذاکرات ایران و آمریکا، خبرگزاری اندپندنت پارسی گزارش داده است گفتگوهای روز جمعه 17 دلو در مسقط بدون دستیابی به نتیجه مشخص پایان یافته. وزیر خارجه ایران ادامه گفتگوها را منوط به مشورت‌ها در تهران و واشنگتن دانسته، در حالی که دونالد ترامپ این گفتگوها را خوب توصیف کرده و با اشاره به اعزام یک ناوگان بزرگ نظامی آمریکا به منطقه گفته است مسیر تحولات و آینده مذاکرات به زودی روشن خواهد شد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز از پایان مذاکرات با تفاهم دو طرف برای ادامه گفتگوها خبر داده است. به گزارش خبرگزاری تصنیم، ترامپ مدعی شده گفتگوهای خوبی با ایران داشته است و داشتن سلاح هسته‌ای را سد راه از نخست دانسته است. برای کاوش بیشتر این موضوع همراه می‌شویم با آقای عزیز ستانکزی، آگاه مسائل سیاسی که از راه تمز با ما وصل هستند. سلام آقای ستانکزی، چی شد که دو طرف تن به مذاکرات دادند؟ تشکر از شما. اگر من فشرده تر برای شما عرض بکنم، تنش بین ایران و امریکا از سال 1952 بعد از برانداختن حکومت یا دولت مصدق شروع شد. بعد از او در سال 1979 وقتی که سفارت امریکا در تهران از طرف جوانان انقلابی او وقت با گروگان گرفته شد، 444 روز 52 گروگان در امریکایی در اونجا به اسارت بودند. بعدا سفارت خود امریکا از در ایران بسته کرد و تا امروز تنش‌ها ادامه داره که حتی در جنگ بین ایران و عراق هم امریکا از عراق طرفداری کرد. به هر صورت در این اواخر ایران که با غنیسازی یورانیم دست زد، با وجود از اینکه در دور اول حکومت دونالد ترامپ از برجام برآمدن امریکا، ولی تنش همچنان زیاد شد. با تعقیب از ایران هم دست به اعمال زد که منطقه را به چالش کشید، به آشوب کشید، منطقه را در یمن مداخله کرد، در عراق، در سوریه، در بسیاری از کشورها، حتی در افغانستان مداخلاتش جریان داشت و غرب توانایی از این نداشت تا تحمل بکنه. اونا باز به کشتن سلیمانی دست زدن، قاسم سلیمانی را کشتن. به هر صورت این مذاکراتی که فعلا در مسقط یا عمان که کشور عمان است برگزار شد، از طرف ایران عباس عراقچی وزیر خارجه و از طرف امریکا ویتکاف که این نماینده ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده امریکاست. مذاکرات فعلا خاتمه یافت، البته به دور دوم معقول گردید
ولی هر دو آقای طرف استانکزی. از این مذاکره رضایت دارند، مخصوصا بله. جانب ایالات متحده امریکا بله. از مذاکراتی که صورت گرفته اظهار رضایت کرده، با وجود از اینکه در مذاکرات قانون است که از یک طرف اگر مذاکره می باشه از طرف دیگه فشار نظامی می باشه، فشار نظامی تا حد بسیار زیاد در اونجا محسوس میشه. بله. اما من فکر میکنم اینا این بار از احساسات کار نمیگیرن، از تعقل کار میگیرن. آنچه که خواسته های ایالات متحده امریکا است که توقف غنیسازی و مواد هسته‌ای و منع گسترش موشک ها یا توقف تولید موشک ها و دستبرداری از مداخله در منطقه که بسیار مهم است. بعد از او خب شاید ممکن است بالای تبادل زندانیا صحبت بگیره و تحقیری از او بالای تحریما صورت بگیره. بله. صحبت شود. بله. من فکر میکنم که در این مقطع جنگ به نفع هیچ کس نیست، نه به نفع امریکاست و نه به نفع سران رژیم ایران که در اواخر به هزاران جوان ایرانی را به خاک و خون کشاندن. دیگر تحمل از این رژیم نه ایران دارن نه امریکا، ولی بهتر است تا از جنگ اینا هر دو خودداری بکنن، به خاطر از اینکه در جنگ تنها سران ایران از بین نمیره بلکه مردم ایران مصدوم میشن، بلکه با فیر موشک ها یا راکت های ایران منطقه بی ثبات میشه. در این صورت من فکر میکنم بهتر است که مذاکره ادامه پیدا کنه. ولی اینقدر زود هم اینا به توافق نخواهد رسیدن. خوبی خواسته ها است. از دیدگاه شما عاقبت کار میان تهران و واشنگتن با در نظر داشت شرایط برگزاری مذاکرات دور نخست چی خود بود؟ امروز هم رئیس جمهوری امریکا در یک خبرنامه از امی گفتگویی که صورت گرفت اظهار رضایت کرد. این رضایت مندی معنی از این داره که البته دو طرف نمیخوان تا جنگ در بگیره و در منطقه آشوب برپا شود. اگر فعلا سوال ما را دارین شما، اگر ایران به خواستهای ایالات متحده امریکا وقع نگذاره، به خواستهای مردم خود وقع نگذارد، بالای ایران حمله 100% صورت میگیره. بله. و توان مقابله را ایران نداره، به خاطر از اینکه از یک طرف اقتصاد ایران با کلی فلج است، از طرف دیگه مردم ایران روز به روز بر علیه رژیم ایران با پا میخیزند و از طرف دیگه کشورهای منطقه نیست تحمل دستاندازی ایران نداره. شما دیدیم که ترکیه که دوست ایران بود با لحن شدید از ایران خواست تا با توافق با ایالات متحده امریکا تن در دهد. این خودش معنای از این داره که ایران را دیگه در منطقه هم بعضی کشورها تحمل نداره و این دستاندازی های ایران تنها از امروز نه بلکه از سالهای قبل به این طرف که تماما امو پولی که به ایران میای از نفتی از اون مملکت صرف هزینه های نظامی کردن، صرف مداخله در ممالک همسایه کردن، صرف اعمال تروریستی کردن. به این لحاظ ما فکر میکنم این حتما باید تن در بته به صحبت ها با موافقه. در غیر از ایران ما فکر نمی کنم که به این شکل باقی بمانه. یا رژیم تغییر میخوره و یا ایست که چنج باید در خود همین رژیم باید اینا همون خواسته های امریکا و مردم ایران باید بپذیره. دیگه مجال نمیته برای سران ایران تا در منطقه دستاندازی بکنن و هر قدری که در ایران صلح و ثبات بیاید، یک رژیم درست و عادل در اونجا باشه، برای افغانستان منفعت از او بیشتر است از این ایران که امروز هر طرف دست و پا میزنه. در او وقت
زمانی که مناسبات ایران با امریکا خوب شد، با کشورهای غربی خوب شد، بندر چابهار برای ما بسیار دستاورد دارد. با توجه به غربی ما که متصل به ایران است، در اونجا دیگه گروه های خرابکار نمی باشه. ایران میتواند با حکومت افغانستان منابع استخباراتی خود شریک بسازه. قاچاق مواد مخدر است و گروه های نیابتی که به خاطر اخلال امنیت افغانستان فعلا در ایران حضور دارند و هم که وقت برنامه ما کم است، رابطه خوب و مستحکم بین کشورها ایجاد میشد. ولی ایران به شکلش باقی مانه که آل است. ما فکر میکنم که برنامه‌ریزی که منطقه را با آشوب میکشه و چنانچه کشیده برای افغانستان هم قابل تحمل نیست. طوری وضعیتی که در اونجا هر قدری که در ایران امنیت خراب باشه به نقص و به تاوان افغانستان و دیگر همسایه هاست. بدون تردید. جناب استانکزی صاحب، اگر فعلا صدای ما را دارین، خیلی کوتاه در آخرین لحظات بحث قرار داریم. میشه شما بگین که تا چه اندازه آمریکا برای ایران و منطقه خطرناک ثابت شده میتونه و چقدر ترس از آمریکا به کار است؟ او را باید ایران بپذیرد. و اگر منظور شما این باشه که خطر متوجه کشتی های امریکا از طرف ایران باشه، ما فکر نمی کنم به او حد موضوع بکشه که در منطقه یک آشوب دیگه برپا شود و پایگاه های ایالات متحده امریکا که در منطقه است او مورد هدف ایران قرار بگیره. هر عملی که در مقابل ایران صورت میگیره ما فکر میکنم فوری خواد باشه و محدود خواد باشه و به این اندازه نخواد باشه که ایران آقای عزیز استانکزی، آگاه امور روابط بین الملل، از حضور شما در برنامه خیلی سپاس. ایالات متحده امریکا که در منطقه حضور دارند آسیب به اونا برساند. تشکر جناب استانکزی صاحب. ادامه خبرها. پس از حمله انتحاری خونین به یک مسجد در اسلام آباد که بیش از 31 کشته و 170 تن زخمی بر جای گذاشت و گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، حاج آصف وزیر دفاع پاکستان در تازه ترین اظهارات خود مدعی شده که فرد مهاجم در افغانستان رفت و آمد داشته است. این اظهارات با واکنش تند کابل همراه شد و عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع امارت اسلامی گفته است که مقام‌های پاکستانی با مطرح کردن این ادعا به دنبال پنهان ساختن ناکامی‌های امنیتی داخلی حکومت اسلام آباد هستند. همزمان سید احمد اقبال رضوی رهبر جامعه شیعه پاکستان گفته است که برخی از افسران سازمان استخباراتی پاکستان در آموزش تروریست‌ها و گروه‌های تکفیری نقش دارند. بلال آریان با شرح بیشتر. انتحار در اسلام آباد، اتهام به کابل. پس از حمله انتحاری خونین به یک مسجد در اسلام آباد که بیش از 31 تن کشته و 170 تن زخمی بر جا گذاشت و گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در تازه ترین اظهارات خود گفت که فرد مهاجم به افغانستان رفت و آمد داشته است. این مقام ارشد پاکستانی همچنان کابل و دهلی نو را مسئول این حمله در اسلام آباد دانسته و گفته است که حکومت پاکستان به این حمله با تمام قوا پاسخ خواهد داد. وزیر دفاع پاکستان همچنان تصریح کرده است که هند پس از شکست تحقیرآمیز در جنگ مستقیم اکنون از طریق نیروهای نیابتی خود وارد عمل شده است. कि इस वक्त अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द जिनकी अफगान हुकूमत जो है पुश्तनाई कर रही है. افرادی که به مسجد حمله کردند دشمنان اسلام و پاکستان هستند و آنان از افغانستان آمده بودند. اکنون راه گفتگو و مذاکره بسته شده است و ما آنان را به سرانجامشان خواهیم رساند. این اظهارات با واکنش تند کابل همراه شد و عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع امارت اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر دفاع پاکستان گفته است که مقام‌های پاکستانی به دنبال پنهان ساختن ناکامی‌های خود در تامین امنیت آن کشور هستند. آقای خوارزمی همچنان تصریح کرده است که مقام‌های امنیتی پاکستان باید به جای فرار از مسئولیت ناکامی‌های امنیتی وظایف خود را به گونه درست انجام دهند و در سیاست‌های نادرست خود تجدید نظر کنند.
وزیر دفاع پاکستان طبق روال گذشته و به گونه غیر مسئولانه این رویداد را به افغانستان نسبت داد. مقام‌های پاکستانی در گذشته نیز در پیوند به رویدادهای بلوچستان و سایر حوادث بدون تحقیق و بررسی لازم و با چشمان بسته انگشت اتهام را به سوی افغانستان نشانه گرفتند. بار دیگر تاکید می‌کنیم که چنین اظهاراتی و نسبت دادن اتهام به افغانستان هیچ گونه منطق و اساس ندارد و با این سخنان عجولانه نمیتوان ناکامی‌های امنیتی را پنهان کرد و نه مشکلات را حل نمود. زما په خیال خو چې دینو د پاکستان کوم ولست هغه ستړی دی د خپل د سکیورټي ادارو د ناکامۍ نه او ډیر زر به تاسو ووینئ چې او پاکستان ولست چې دی هغه به د ځکه چې مشران خو نه وي نو ولست به دا غوښتنه شروع کړي چې را سکیورټي ادارې داغي مشران دا په تحفظ کې ناکام دي نور ته بیا دا ویل چې دا پلان کې کوي دیګړې کوي دا د پریک دی او خپل د استعفا ورکړي ځکه چې دا په دې تحفظ ورکولو کې ناکام دي. این در حالی است که وزارت دفاع امارات اسلامی افغانستان در اعلامیه‌ای گفته است که مقام‌های پاکستانی در گذشته نیز بارها در پیوند بر رویدادهای امنیتی در بلوچستان و سایر مناطق آن کشور بدون بررسی دقیق و شواهد معتبر انگشت اتهام را به سوی افغانستان نشانه گرفتند. در سوی دیگر اما سید احمد اقبال رضوی رهبر جامعه شیعه پاکستان گفته است که برخی از افسران سازمان استخباراتی پاکستان در آموزش گروه‌های هراس افغان و دیگر گروه‌های شبه نظامی نقش دارند. تکفیری گروه کو تم نے پالا، دهشتگردوں کو تم نے پالا. شما تروریست ها را پرورش می دهید، گروه های تکفیری یا داعش را تربیت می کنید و بر ما نسل کشی انجام داده اید. با این حال باز هم به ما می گویید که از اینجا بیرون شویم، آیا شرم نمی کنید؟ باورها بر این است که مقام‌های پاکستانی تلاش می‌کنند تا اتهام حمله‌های هراس افغانانه به آن کشور را به کشورهای منطقه نسبت دهند تا مسئولیت خود را در قبال شکست‌های داخلی، ضعف اطلاعاتی و رویکرد دوگانه در قبال گروه‌های افراطی پنهان کنند. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در ماه جنوری سال 2026 بیش از 7000 شهروند افغان در پاکستان بازداشت شدند. بر بنیاد گزارش مشترک کمیساریای عالی پناهندگان و سازمان جهانی مهاجرت، بیشترین بازداشت‌ها در ایالت بلوچستان و پس از آن در اسلام آباد ثبت شده و همزمان بیش از 77000 افغان به گونه اجباری و داوطلبانه به افغانستان بازگشتند. روندی که با تشدید اخراج‌ها نگرانی نهادهای حقوق بشری را درباره پیامدهای انسانی و نقض حقوق پناهجویان افزایش داده است. این بود مجموعه این ساعت خبر. شب همه شما خوش. بدرود.